بخش 4. صبح روز بعد 2000 مرد مسلح در میان نخل‌های الفیوم مستقر شدند. پیش از رسیدن خورشید به مرکز آسمان 500 جنگجو در افق ظاهر شدند. سوارها از شمال وارد واحه شدند. ظاهراً مقصودی صلح‌آمیز داشتند، اما سلاح‌ها را زیر ردای سفیدشان پنهان کرده بودند. هنگامی که کنار خیمه بزرگ وسط الفیوم رسیدند، شمشیرهای خمیده و تفنگ‌هایشان را بیرون کشیدند و با شلیک تفنگ‌ها به خیمه خالی حمله کردند. مردان واحه سواران صحرایی را در میان گرفتند. در عرض نیم ساعت 499 جسد روی زمین پراکنده شد. کودکان در سوی دیگر نخل‌ها بودند و چیزی ندیدند. زنان برای شوهرانشان دعا می‌کردند و آنها نیز چیزی ندیدند. اگر به خاطر اجساد پراکنده نبود، به نظر می رسید که واحه یک روز معمولی را زیر سر می گذراند. تنها یک جنگجو زنده مانده بود، فرمانده آنها. همان روز عصر او را به پیشگاه رؤسای قبایل بردند. از او پرسیدند که چرا سنت را شکسته است. فرمانده گفت مردانش از روزها نبرد خسته شده و دچار گرسنگی و تشنگی بودند. برای همین تصمیم گرفتند واحه‌ای را اشغال کنند تا بتوانند جنگ را دوباره آغاز کنند. رئیس قبیله با جنگجویان همدردی کرد، اما سنت باید تحت هر شرایطی محترم شمرده شود. در صحرا تنها چیزی که تغییر می کند تپه ها هستند، آن هم هنگام وزش باد. سپس فرمانده را به مرگی بی افتخار محکوم کرد. به جای آنکه به تیر یا تفنگ کشته شود، به نخلی دارش زدند که آن نیز خشکیده بود. جسدش با باد صحرا نوسان میافت. رئیس قبیله جوان بیگانه را فراخواند و 50 سکه زر به او پاداش داد. سپس بار دیگر سرگذشت یوسف را در مصر یادآوری کرد و از او خواست مشاور واحه باشد. هنگامی که خورشید غروب کرد و نخستین ستارگان ظاهر شدند، جوان به سوی جنوب به راه افتاد. فقط یک خیمه در آنجا بود و چند عرب که از آنجا می‌گذشتند. می‌گفتند آنجا پر از اجنه است، اما جوان همانجا نشست و زمان زیادی منتظر ماند. هنگامی که ماه به مرکز آسمان رسید، کیمیاگر پدیدار شد. 2 شاهین مرده بر دوش داشت. جوان گفت اینجا هستم. کیمیاگر پاسخ داد نباید باشی، یا افسانه شخصیت تو را به اینجا رسانده باشد. بین قبایل جنگ است، عبور از صحرا ممکن نیست. کیمیاگر از اسبش پیاده شد و به جوان اشاره کرد تا همراهش وارد خیمه شود. خیمه‌ای بود همچون باقی خیمه‌هایی که در واحه دیده بود، به جز آن خیمه مرکزی که تجمل قصه‌های پریان را داشت. به دنبال آلات و کوره‌های کیمیاگری گشت، اما چیزی نیافت. تنها چند کتاب، اجاق آشپزی و فرش‌هایی پر از نگاره‌های مرموز بود. کیمیاگر گفت بنشین تا چای دم کنم و این شاهین‌ها را با هم بخوریم. جوان شک کرد که شاید همون شاهین‌هایی باشند که روز قبل دیده بود، اما چیزی نگفت. کیمیاگر آتش روشن کرد و در اندک زمانی بوی دلپذیر گوشت خیمه را پر کرد. بوی آن از عطر قلیان‌ها هم دلپذیرتر بود. جوان گفت چرا می‌خواستید مرا ببینید؟ کیمیاگر پاسخ داد به خاطر نشانه‌ها. باد برایم گفته بود که میایی و به کمک نیاز داری. من نیستم. آن بیگانه فرد دیگری است، یک مرد انگلیسی. او کسی است که شما را میجوید. او باید پیش از دیدار من چیزهای دیگری بیابد، اما در مسیر درستی است. نگریستن به صحرا را آغاز کرده است. و من؟ کیمیاگر گفت هنگامی که کسی چیزی بخواهد، سراسر کیهان همدست میشوند تا بتواند رویایش را تحقق بخشد. حرفهای پادشاه پیر را تکرار میکرد. جوان میفهمید. مرد دیگری آمده بود تا او را به سوی افسانه شخصیش راهنمایی کند. پس به من میآموزید؟ نه، تو اکنون هر آنچه لازم است میدانی. من فقط تو را در مسیر گنجت قرار میدهم. جوان تکرار کرد میان قبایل جنگ است. من صحرا را میشناسم. همین حالا هم گنجم را یافتم. 1 شتر دارم و پولی که در مغازه بلور فروشی به دست آوردم و 50 سکه طلا. در سرزمین خودم میتوانم مرد ثروتمندی باشم. اما هیچ یک از اینها کنار اهرام نیستند. فاطمه را دارم. گنجی عظیمتر از هر چیزی است که میتوانم به دست آورم.
او نیز کنار اهرام نیست. در سکوت شاهین‌ها را خوردند. کیمیاگر تنگی را باز کرد و مایع سرخ رنگی در لیوان جوان ریخت. باده بود، از بهترین باده هایی که در سراسر زندگیش نوشیده بود. اما باده در شرق حرام بود. کیمیاگر گفت: شراب چیزی نیست که وارد دهان انسان می شود، چیزی است که از آن خارج می شود. باده سبب سرخوشی جوان شد، اما کیمیاگر کمی او را می ترساند. بیرون خیمه نشستند و به درخشش ماه نگریستند که ستارگان را کم فروغ می کرد. کیمیاگر که متوجه سرخوشی جوان شده بود گفت: بنوش و اندکی رها شو. استراحت کن، همچون جنگجویی که پیش از رفتن به نبرد می آرامد. اما از یاد نبر که قلب تو همان جایی است که گنجت نهفته است. باید گنجت را بیابی تا تمام چیزهایی که در مسیرت کشف کرده ای معنا یابد. فردا شترت را بفروش و اسبی بخر. شترها خیانتکارند. آرام گام بر می دارند و هیچ نشانی از خستگی بروز نمی دهند. اما ناگهان از پای می افتند و می میرند. اسبها به تدریج خسته می شوند و همواره می فهمی چه اندازه می توانی از آنها انتظار داشته باشی و چه زمانی می میرند. عصر روز بعد سانتیاگو سوار بر اسب به سمت چادر کیمیاگر رفت. کیمیاگر نیز سوار بر اسب شد. شاهینی روی شانه چپش نشسته بود. آن دو با یکدیگر از واحه بیرون رفتند. کیمیاگر گفت: جوان، اینجا صحراست. برای اینکه صحرا را بهتر بشناسی باید زندگی را در شنزارهای صحرا به من نشان دهی. کسی که بتواند زندگی را در صحرا بیابد گنج را هم خواهد یافت. مهتاب سراسر صحرا را روشن کرده بود. چوپان جوان در این اندیشه بود که صحرا را نمی‌شناسد و نخواهد توانست زندگی را در صحرا بیابد. ساعتی به این سو و آن سو رفت. به نقطه‌ای رسید که 2 روز پیش شاهین‌ها را در آسمان دیده بود. به هر طرف نگاه می‌کرد ولی از زندگی اثری نمی‌یافت. سکوت در همه جا حکم فرما بود. به کیمیاگر گفت: می‌دانم که زندگی در صحرا وجود دارد، اما نمی‌توانم آن را بیابم. حواست را بیشتر جمع کن. توجه داشته باش که زندگی را می‌یابد. سانتیاگو به منظور او پی برد. افسار اسبش را رها کرد تا به هر طرف که می‌خواهد برود. اسب آرام آرام او را به سوی می‌برد. آنقدر از واحه دور شده بودند که در روشنایی مهتاب نخلستان‌های واحه را نمی‌دیدند. صخره‌های کوچک و بزرگ در میان شنزارها در نور ماه مثل نقره می‌درخشیدند. سرانجام اسب سانتیاگو در جایی از رفتن باز ایستاد. جوان گفت: زندگی در همین جاست. اسب زبان صحرا را به خوبی می‌داند و اشتباه نمی‌کند. از اسب پیاده شدند. کیمیاگر بی آنکه چیزی بگوید آهسته چند قدمی به این سو و آن سو رفت. به سنگریزه ها نگاه می‌کرد. در میان سنگریزه ها سوراخی دید. خم شد و دستش را در آن سوراخ فرو برد. از قیافش پیدا بود که می‌کوشد چیزی را از سوراخ بیرون بیاورد. سانتیاگو به وحشت افتاده بود، اما کیمیاگر از جا برخاست. دم یک مار را که تقلا می‌کرد بگریزد در دست گرفته بود. از مارهای بسیار خطرناک بود که زهرش در چند ثانیه هر انسانی را می‌کشت. سانتیاگو مطمئن بود که مار نیش زهرآلودش را در دست کیمیاگر فرو برده است، اما او ظاهر آرامی داشت. مرد انگلیسی گفته بود که کیمیاگر 200 سال دارد و هرگز نمی‌میرد. با این وصف مبهوت و نگران به این انسان حیرت انگیز می‌نگریست. کیمیاگر همچنان که دم مار را گرفته بود رفت و شمشیرش را که هلالی شکل بود و به زین اسب آویخته بود از غلاف درآورد و با نوک آن روی شنهای صحرا دایره‌ای کشید و مار را وسط آن دایره انداخت. مار بیدرنگ از حرکت باز ماند. دیگر به فکر او نباش. این مار دیگر نمیتواند از آن دایره بیرون بیاید. مهم آن است که تو توانسته‌ای وجود زندگی را در صحرا کشف کنی و من به این نشانه احتیاج داشتم. این نشانه چه چیز را ثابت می کند؟ اهرام سگانه در گوشه از صحرا هستند و باید رابطه‌ای بین هر چیز با چیزهای دیگر پیدا کرد. سانتیاگو دیگر دلش نمی‌خواست به جستجوی گنج برود. گمان می‌کرد که در این صورت فاطمه را از دست خواهد داد. برعکس کیمیاگر می‌خواست او را به اهرام مصر برساند.
حالا که این نشانه را یافتم، همراه تو خواهم آمد و به تو خواهم گفت که چگونه میتوانی گنج را پیدا کنی. اما من دیگر نمیخواهم به جستجوی گنج بروم. میخواهم در واحه بمانم. همانطور که گفتم، فاطمه از هر گنجی برایم با ارزشتر است. فاطمه دختر صحراست. او گنج خودش را یافته است. تو گنج او هستی. فاطمه میداند که مردها باید دنبال مقصود خود بروند و پس از رسیدن به مقصود نزد محبوب خود بازگردند. بهتر نیست من در اینجا بمانم و قضیه گنج را فراموش کنم؟ در ظاهر بهتر است. اگر در اینجا بمانی مشاور سرکردگان واحه خواهید بود. می توانی با عزت و افتخار زندگی کنی. آنقدر مال و ثروت داری که می توانی یک گله گوسفند و چندین شتر بخری و زندگی آرام و آسوده‌ای داشته باشی. پس از ازدواج با فاطمه در سال اول با خوبی و خوشی زندگی خواهید کرد. با صحرا بیشتر آشنا خواهی شد. به درختان خرما بیشتر توجه خواهی کرد و به این حقیقت پی خواهی برد که در دنیا همه چیز در تغییر است و درختان خرما مدام رشد می کنند. زبان نشانه ها و رمزهای طبیعت را بیشتر یاد خواهی گرفت، چون صحرا از هر استادی استادتر است و چیزهای بسیاری به تو می آموزد. در سال دوم قضیه گنج را به یاد می آوری و گاهی نشانه ها و علامت هایی می یابی که تو را تشویق می کند به جستجوی گنج بروی. اما تو آن نشانه ها و رمزها را نادیده می گیری و می کوشی زندگی بهتری داشته باشی. گوسفندان و شترهایت بیشتر می شوند و بر مال و ثروتت افزوده می شود. در سال سوم کم کم نشانه ها و رمزهای بیشتری در اطرافت می بینی و بیقرار می شوی. فاطمه نگرانی های تو را می بیند و برای تو قصه می خورد. چون گمان می کند مقصر اصلی او بوده است و تو به خاطر او از مقصد و مقصودت دست برداشته ای. اما تو پس از مدتی تفکر و تأمل به این حقیقت می رسی که فاطمه در این قضیه هیچ گونه تقصیری ندارد و هرگز از تو نخواسته است با او ازدواج کنی و از مقصد خود دست برداری، بلکه خودت مقصر اصلی بوده ای که از نیمه راه بازگشته ای. از همه بدتر آنکه پس از 2 سال رمزها و نشانه ها به تو خبر می دهند که دیگر از آن گنج خبری نیست و هیچ کس نمی تواند به آن گنج دست یابد. در سال 4 دیگر رمز و نشانه‌ای پیدا نخواهی کرد و سرکردگان واحه وقتی متوجه می شوند که تو نمی توانی از وقایع آینده با خبر شوی، با تو مشورت نخواهند کرد و مقام مشاور را از دست خواهی داد. از آن پس بازرگان ثروتمندی خواهی شد و بقیه عمر را در گوشه‌ای از این صحرا به بیهودگی خواهی گذراند و مدام خود را ملامت خواهی کرد که چرا به موقع دنبال مطلوب خود نرفته ای. پشیمانی هم دیگر سودی به حال تو نخواهد داشت. این نکته را به یاد داشته باش که عشق مقدس است، اما عشق واقعی زبان جهانی را می داند و هرگز کسی را از رسیدن به مقصود و مطلوب خود باز نمی دارد. جوان به یاد آورد که تاجر بلور فروش مدام افسوس می خورد و در آرزوی رفتن به مکه بود. مرد انگلیسی نیز از آن سر دنیا آمده بود تا کیمیاگر را پیدا کند و به مطلوب خود برسد. به فاطمه می اندیشید که گفته بود تا جان در بدن دارد در انتظار بازگشت او خواهد بود. با این اندیشه ها ترس و تردید را کنار گذاشت و به کیمیاگر گفت هر جا که بروید دنبال شما خواهم آمد. کیمیاگر در پاسخ گفت فردا صبح پیش از دمیدن آفتاب به این سفر طولانی خواهیم رفت. سانتیاگو سراسر شب بیدار ماند. 2 ساعت پیش از فرا رسیدن روز یکی از جوانانی را که در خیمه‌اش می‌خوابید بیدار کرد و از او خواست تا سکونتگاه فاطمه را نشان بدهد. با هم چادر را ترک کردند و تا آنجا رفتند. سانتیاگو پول کافی برای خریدن یک گوسفند به او داد. سپس از او خواست خوابگاه فاطمه را بیابد، بیدارش کند و بگوید او منتظرش است. جوان عرب چنین کرد و در ازای آن پول خریدن یک گوسفند دیگر را نیز به دست آورد. سپس گفت اکنون تنهایمان بگذار. جوان عرب مغرور از اینکه به مشاور واحه کمک کرده است و خوشنود از به دست آوردن پول خرید 2 گوسفند برای خواب به چادرش بازگشت. فاطمه در ورودی خیمه ظاهر شد. برای قدم زدن به میان نخل‌ها رفتند. سانتیاگو می‌دانست این کار خلاف سنت است، اما در آن لحظه اهمیتی نداشت. گفت دارم میروم. میخواهم بدانی برمیگردم و تو را دوست دارم. چون فاطمه وسط حرفش پرید.
چیزی نگو. دوست داری، چون دوست داری. برای عشق ورزیدن دلیلی وجود ندارد. اما جوان ادامه داد: دوستت دارم. چون رویایی دیدم، با پادشاهی ملاقات کردم، بلور فروختم، صحرا را پیمودم. قبایل به هم اعلان جنگ کردند و برای یافتن مکان یک کیمیاگر کنار چاهی آمدم. دوستت دارم، چون سراسر کیهان برای رسیدن من به تو همدست شدند. همدیگر را در بر گرفتند. نخستین بار بود که یکدیگر را لمس می‌کردند. جوان تکرار کرد: برمیگردم. فاطمه گفت: پیش از این آرزومندانه به صحرا می‌نگریستم. اکنون امیدوارانه می‌نگرم. پدرم روزی رفت، اما به سوی مادرم بازگشت و همچنان برمیگردد. دیگر چیزی نگفتند. اندکی در میان نخل‌ها قدم زدند و جوان او را تا در خیمه اش رساند. گفت: برمیگردم، همانگونه که پدرت به سوی مادرت برگشت. دید که چشمهای فاطمه سرشار از اشک شد. میگریی؟ گفت: دختر صحرا هستم. چهرهش را پنهان کرد. اما پیش از هر چیز یک زن هستم. فاطمه به خیمه اش رفت. در اندک زمانی خورشید آشکار می شد. فاطمه با رسیدن روز خیمه را ترک می کرد و همان کاری را که سالها تکرار کرده بود انجام می داد. اما همه چیز دگرگون شده بود. جوان در واحه نبود و واحه دیگر معنایی را نداشت که کمی پیش داشت. دیگر مکانی با 50,000 نخل و 300 چاه نبود که مسافران پس از سفری طولانی شادمانه به آن وارد می شدند. از آن روز به بعد واحه برای او مکانی خالی بود. از آن روز به بعد صحرا مهمتر می شد. همواره به آن خواهد نگریست و می کوشد بفهمد جوان در جستجوی گنجش کدام ستاره را دنبال می کند. بوسه هایش را همراه باد برای او می فرستد، به امید آنکه صورت جوان را لمس کند و به او بگوید که هنوز زنده است و منتظر، همچون زنی که منتظر مرد شجاعش است، مردی که در جستجوی رویاها و گنجهایش است. از آن روز به بعد صحرا تنها یک چیز خواهد بود: انتظار بازگشت او. وقتی اسب‌ها در آن صحرا روی ماسه‌ها یورتمه می‌رفتند، کیمیاگر گفت: به کسی که از او دور می‌شوی فکر نکن، چون همه رویدادها از قبل برای همیشه در جان جهان نقش بستند. جوان کم و بیش دلبسته به صحرا و سکوت آن به همراهش گفت: مردان بیش از رفتن در رویای برگشتند. اگر آنچه به دست آوردی دارای روحی پاک و منزه باشد، همیشه به دور از آلودگی میماند و هرگز فراموشت نخواهد کرد و تو خواهی توانست روزی حتی برای یک لحظه هم که باشد برگردی، حتی اگر آن لحظه به قدر عبور شهابی در سینه آسمان باشد یا حرکت مواج ستاره ها با گذر نور. چه بسا که به اون نرسی، ولی عبور شهاب را در سینه آسمان شاهد خواهی بود. حرکت مواج ستاره را دیدی و به نور رسیدی و این تجربه است که به زحمتش می ارزد. آن مرد با مفاهیم و عباراتی متفاوت سخن می گفت، ولی می دانست که در تصور جوان فقط فاطمه نقش بسته است. چه مشکل بود فکر نکردن به کسی که دوستش داری یا به آن کس که دور مانده است. صحرا با حواشی یک نواخت و گوشه و کنار همانند خود لحظه مجالش نمیداد که بیخیال باشد و در خود غرق شود. جوان هنوز درختان خرما را میدید و چاه‌ها را و چهره و چشمان سیاه به اشک نشسته فاطمه را. مرد انگلیسی را هم در آزمایشگاهش میدید و ساربان را که یک معلم بود و غافل از آن. اندیشید: کیمیاگر هرگز کسی را دوست نداشته است. کیمیاگر با شاهینی که بر شانه خود جای داده بود از جلو می رفت. زمانی که متوقف می شدند تا دمی بیاسایند، شاهین که به حالات و زبان صحرا آشنایی داشت از شانه او پر می گشود و به جستجوی شکار می رفت. روز اول با خود یک خرگوش صحرایی آورد و روز بعد 2 پرنده. وقتی که ماه در آسمان رنگ می باخت، صحرا به شدت تاریک می شد و سرد.
آنها بی آنکه آتشی روشن کنند بالاپوش خود را روی ماسه‌ها پهن می‌کردند و درون آن شب را به صبح می‌رساندند. 1 هفته‌ای گذشت. در سکوت پیش می‌رفتند و کلمه‌ای مبادله نمی‌کردند. نوعی احتیاط بود. احتیاط برای اینکه از مردان جنگی به دور باشند و در امان. جنگ بین عشایر ادامه داشت و باد هر از گاهی بوی خون تازه می‌داد که نشانی بود از جنگی بی‌وقفه در فاصله‌ای نچندان دور. باد وجود بیان متفاوتی را در ذهن جوان نقش می‌کرد، بیانی که زبان نشانه‌ها بود و نشان دهنده موجودیت واقعیت‌هایی که هرگز به چشم دیده نمی‌شدند. در غروب 7مین روز سفر کیمیاگر تصمیم گرفت زودتر از معمول خیمه بزند. شاهین به جستجوی شکار رفت و او قمقمه آب را بیرون آورد و به جوان تعارف کرد و گفت: به زودی به پایان سفرت خواهی رسید. به خاطر پایمردیت به تو تبریک میگویم. جوان رشته سخن را به دست گرفت. شما هدایتم میکنید بدون اینکه کلمه‌ای بگویید. فکر میکردم مرا از دانسته هایتان بی بهره نمیگذارید و از اندوخته های علمی خود برایم خواهید گفت. چند وقت پیش در صحرا همسفر مردی بودم که کتاب‌های کیمیاگری فراوانی داشت که من با خواندنشان نه چیزی فهمیدم و نه چیزی اندوختم. کیمیاگر پاسخ داد: تجربه نوعی آموختن است که آن هم میسر نیست مگر با حرکت کردن. بنابراین فراگیری و آموزش فقط یک راه میشناسد، آن هم سفر کردن. سفر هر آنچه را که لازم بود بدانی به تو یاد داد، مگر یک چیز را. جوان علاقه‌مند بود آن را هم بشناسد و بداند چیست، ولی کیمیاگر در کمین بازگشت شاهین بود و چشم از افق بر نمی داشت. چرا شما را با نام کیمیاگر می شناسند؟ چون کیمیاگرم. چه عاملی سبب عدم موفقیت کیمیاگران است که همه عمر برای تبدیل فلز ناپاک به طلای پاک کوشیده‌اند؟ آنها فقط به پیدا کردن طلا دلخوش کرده‌اند و گنج خود را در افسانه خیش می‌جویند، بدون اینکه تمایلی داشته باشند با افسانه خیش زندگی کنند. جوان سماجت کرد: آن چیز که هنوز باید بیاموزم و در پی آن باشم. کیمیاگر کماکان به افق خیره ماند. پس از اندک زمانی شاهین برگشت و صیدی با خود آورد. گودالی در زمین کندند و درون گودال آتشی روشن کردند تا شعله‌اش را کسی در صحرا نبیند. او در حالی که غذای خود را آماده می کرد گفت: من یک کیمیاگرم، همانی هستم که می بینی و این را هم از اجدادم فرا گرفتم و آنها هم از نیاکانشان. از بدو آفرینش روش بقای این دانش چنین بود و چنین هم خواهد ماند. در آن دوره می توانستند همه دانش کیمیا را بر سطح یک زمرد ساده بنویسند، ولی انسان برای سادگی اهمیتی قائل نبود. بنابراین شروع کرد به نوشتن رسالات و کتابها و تعبیر و تفسیر کلماتی که در نفس خود سادگی قابل فهم داشتند و شروع کرد به ربط تعابیر و تفاسیر به مسائل فلسفی، به ویژه به ابعاد ماوراءالطبیعه. بدینسان دانشی که فقط بر سطح یک زمرد جای می گرفت، زیر خروارها کتاب و رساله مدفون شد و سرانجام به زمانی رسیدیم که ادعاهای عجیب برتر بودن از دیگران هم آغاز شد. جوان پرسید: چه چیزی روی لوح زمرد نوشته می شد؟ کیمیاگر به نوشتن روی سطح ماسه‌ای صحرا مشغول شد و کارش بیش از 5 دقیقه طول نکشید. وقتی او به ترسیم عبارات خود مشغول بود، جوان یاد پادشاه پیر افتاد و میدان مرکزی شهر، جایی که برای نخستین بار ملاقاتش کرده بود. با خود گفت: خاطره ایست قدیمی، گویی غبار گذشته سالها بر آن نشسته است. کیمیاگر پس از اتمام نوشته گفت: این همه آن چیزی است که بر لوح زمرد حک شده بود. جوان نزدیک شد، نوشته روی ماسه را خواند و تعجب کرد. کمی سرخورده گفت: این که فقط یک رمز است، گویی عین آن در کتاب مرد انگلیسی هم وجود داشت. کیمیاگر پاسخ داد: خیر، این همانند پرواز شاهین‌ها بر فراز آسمان در صحراست و آن چیزی است که فقط به یک دلیل نباید برای همه قابل فهم باشد، چرا که لوح زمرد تنها راه مستقیم
و تنها وسیله حقیقی برای رسیدن به جان جهان است. دانایان و اندیشمندان فهمیده بودند که این دنیای فانی تصویر و برگردانی است از جهان باقی و انگیزه آفرینش آن دادن نوعی اطمینان به انسان بود تا به موجودیت دنیایی برتر پی ببرد و به هستی در آن واقف شود. همچنین با دیدن همه آنچه در پیرامون خود دارد بتواند به درک آموزش تعمقی برسد و زیبایی ها و جذابیت دانشی آن را بشناسد. این همان سیر و سفر است، از مبدأ و بازگشت به مبدأ. به این سفر حرکت می‌گوییم. جوان پرسید: می توانم متن رازگونه لوح زمرد را بفهمم؟ اگر در آزمایشگاه کیمیاگری بودی، در یک لحظه مساعد و شگفت‌انگیز به این اسرار پی می‌بردی. اما حالا در صحرا هستی. در صحرا غرق شو و در آن اندیشه کن، چون برای درک اسرار دنیا صحرا همانقدر مفید خواهد بود که چیزهای دیگر موجود در زمین. کافی است به تماشای یک دانه ماسه بنشینی و همه شگفتی‌های آفرینش را در آن ببینی. چه باید کرد؟ چه کنم که در صحرا غرق شوم؟ به قلبت گوش فراده، چون او به اسرار جهان آگاه است و مظهری است از جان جهان. از او می آید و روزی هم به او باز می گردد. 2 روز دیگر در سکوت پیش رفتند. کیمیاگر بسیار مراقب بود، چرا که به منطقه نبرد خشونت باری نزدیک می شدند و جوان برای شنیدن ندای قلبش در تلاش بود. قلب سختگیری بود. بیش از آن همواره آماده رفتن بود، اما اکنون می خواست به هر بهایی به مقصد برسد. قلبش هنگامی که درباره گنج با او صحبت می کرد تندتر می تپید و هنگامی که دیدگان جوان در افق بیکران صحرا غرق می شد آرام می گرفت. اما هرگز خاموش نبود، حتی اگر جوان هیچ کلامی با کیمیاگر رد و بدل نمی کرد. آن روز پس از آنکه استراحت کردند جوان پرسید: چرا باید به ندای قلبمان گوش بسپاریم؟ چون هر جا که قلبت باشد گنجت نیز همونجاست. قلب من برآشفته است، رویا می بیند و شیدای یکی از دختران صحراست. قلبم از من چیزهایی می خواهد و شبها هنگامی که به آن چیزها می اندیشم خواب از من می رو باید. خوب است، قلب تو زنده است، همچنان به آنچه برای گفتن دارد گوش بسپار. 3 روز بعد آنها جنگجویان را در افق دیدند. جوان ترسیده بود. قلبش داستانهایی برای او تعریف کرد که از روح جهان شنیده بود. داستانهای انسانهایی که به جستجوی گنجشان می رفتند و هرگز آن را نمی یافتند. گاهی جوان از اینکه ممکن است به گنجش نرسد یا در صحرا بمیرد به هراس می افتاد. گاهی نیز می گفت که دیگر راضی شده است تا همینجا هم یک عشق و چندین سکه زر یافته بود. هنگامی که برای استراحت دادن به اسب‌ها ایستادند جوان به کیمیاگر گفت: قلب من خیانتکار است، نمی‌خواهد ادامه دهم. این خوب است، ثابت می‌کند که قلبت زنده است. طبیعی است که از مبادله آنچه به دست آورده ایم با یک رویا بترسیم. پس چرا باید به ندای قلبم گوش دهم؟ چون هرگز نمی‌توانی خاموشش کنی. حتی اگر وانمود کنی که به او گوش نمی‌دهی، باز همیشه درون سینه‌ات به تکرار نظرش درباره زندگی و جهان ادامه می‌دهد. حتی اگر خیانتکار باشد، خیانت ضربه‌ای است که انتظارش را نداری. اگر قلبت را خوب بشناسی هرگز در این کار موفق نمی‌شود، چون رویاها و تمناهایش را می‌شناسی و شیوه کنار آمدن با آنها را در می‌یابی. هیچ کس نمی‌تواند از قلبش بگریزد. برای همین بهتر از آنچه را که میگوید بشنوی. در این صورت هرگز ضربه‌ای نخواهی خورد که انتظارش را نداری. جوان همچنان که در صحرا پیش میرفت به ندای قلبش گوش میسپرد. توانست نیرنگ‌ها و حیله‌هایش را بشناسد و آنها را همانطور که بود بپذیرد. سپس ترس را وانهاد و میل به بازگشت را کنار گذاشت. چون یک روز عصر قلبش گفت خوشنود است و گفت: حتی اگر گاهی اعتراض می کنم به این دلیل است که قلب یک انسانم و قلب انسانها این گونه است. از تحقق بخشیدن به بزرگترین رویاهایشان می ترسند،
چون گمان می‌کنند سزاوارشان نیستند یا نمی‌توانند به آنها تحقق بخشند. ما قلب‌ها حتی از اندیشیدن به عشق‌هایی که منجر به جدایی ابدی می‌شوند می‌میریم. از اندیشیدن به لحظه‌هایی که می‌توانستند زیبا باشند و نبودند، از اندیشیدن به گنج‌هایی که می‌توانستند کشف شوند ولی برای همیشه در شنها مدفون ماندند، بسیار رنج می‌بریم. یک شب که جوان به آسمان بدون ماه می‌نگریست، به کیمیاگر گفت: قلب من از رنج می‌ترسد. بگو ترس از رنج از خود رنج بدتر است و اینکه هیچ قلبی تا زمانی که در جستجوی رویایش باشد هرگز رنج نمیبرد، چون هر لحظه جستجو لحظه ملاقات با خداوند و ابدیت است. جوان به قلبش گفت: هر لحظه جستجو یک لحظه ملاقات است. هنگامی که گنجم را می جستم هر روز درخشان بود، چون می دانستم هر ساعت بخشی از رویای یافتن را تشکیل می دهد. هنگامی که گنجم را می جستم چیزهایی را کشف کردم که اگر شهامت چوپانها را نداشتم هرگز رویای یافتنشان را نمی دیدم. قلبش یک بعد از ظهر تمام آرام ماند. شب جوان آرام خوابید و هنگامی که بیدار شد قلبش شروع به سخن گفتن از روح جهان کرد. گفت: انسان خوشبخت انسانی است که خداوند را درون خود دارد. میتوان خوشبختی را درون یک دانه شن صحرا یافت، همان گونه که کیمیاگر نیز گفته بود. چون هر دانه شن لحظه ای از آفرینش است و جهان میلیون ها میلیون سال خود را صرف آفریدن آن کرده است. هر انسانی روی زمین گنجی دارد که انتظارش را میکشد. ما قلب‌ها چندان عادت به سخن گفتن از این گنج‌ها نداریم، چون انسان‌ها دیگر نمی‌خواهند آنها را بیابند. تنها با کودکان درباره آنها سخن می‌گوییم، سپس می‌گذریم. زندگی هر یک از آنها را به سوی سرنوشت هدایت می‌کند. اما دریغ، اندک افرادی راهی را که برای آنان تعیین شده و راه خوشبختی است پی می‌گیرند. بیشتر آنها جهان را چیزی تحریک کننده می‌پندارند. به همین دلیل جهان به چیزی تحریک کننده تبدیل می‌شود. آنگاه صدای ما قلب‌ها آهسته و آرامتر می‌شود، اما هرگز خاموش نمی‌شویم، بلکه می‌کوشیم حرف‌هایمان شنیده نشود. نمی‌خواهیم آدم‌ها به دلیل پیروی نکردن از قلب‌هایشان رنج بکشند. جوان از کیمیاگر پرسید: چرا قلب‌ها به انسان‌ها نمی‌گویند به پیروی از رویاهایشان ادامه دهند؟ چون در این صورت قلب است که بیشتر رنج می‌کشد و قلب‌ها رنج کشیدن را دوست ندارند. از آن روز به بعد جوان ندای قلبش را می‌فهمید. او از قلبش خواست دیگر هرگز او را وا نگذارد. از قلبش خواست وقتی از رویاهایش روی می‌گرداند به نشانه خطر در سینه‌اش فشرده شود. سوگند خورد هرگاه این نشانه را ببیند از آن پیروی کند. آن شب همه چیز را برای کیمیاگر باز گفت و کیمیاگر فهمید قلب جوان به روح جهان بازگشته است. جوان پرسید: حالا چه کنم؟ مسیر اهرام را دنبال و همچنان به نوشته ها توجه کن. اکنون قلبت می تواند گنجت را به تو نشان دهد. این همان چیزی است که باید می دانستم؟ آنچه باید می دانستی این است: همواره پیش از تحقق یک رویا روح جهان تصمیم می گیرد همه چیزی را که در طول راه آموخته‌ای بیازماید. این کار را به خاطر بدخواهی نمی کند، بلکه برای این است که بتوانیم بر رویایمان و درس‌هایی که از مسیر آموخته‌ایم تسلط یابیم. در این لحظه است که بسیاری از مردم منصرف می‌شوند. چیزی که در صحرا آن را مردن از تشنگی، درست در لحظه‌ای که نخل‌ها در افق ظاهر می‌شوند می‌نامد. یک جستجو همراه با بخت تازه کار آغاز می‌شود و با اثبات فاتح بودن پایان می‌یابد. جوان به یاد یک ضرب‌المثل قدیمی سرزمینش افتاد که می‌گفت: تاریک‌ترین زمان درست پیش از طلوع خورشید فرا می‌رسد. روز بعد با خطر روبرو شدند. 3 نفر از مردان جنگاور صحرا را در برابر خود دیدند. مردان مسلح از آنها پرسیدند که به کجا می روند.
کیمیاگر گفت با شاهینم به شکار می روم. باید ببینم که اسلحه دارید یا نه. از اسب پیاده شدند و آنها را وارسی کردند. مردان مسلح وقتی کیسه پول سانتیاگو را یافتند از او پرسیدند که با این همه پول به کجا می رود؟ می خواهم به مصر بروم. در خورجین روی اسب کیمیاگر نیز مایه زرد رنگ در یک ظرف شیشه‌ای و سنگ رنگین بیضی شکل را پیدا کردند و از او پرسیدند که اینها به چه درد می خورند؟ کیمیاگر گفت اینها کیمیا و اکسیر اعظمند. با آنها می توان مصر را به طلا تبدیل کرد و به عمر جاویدان رسید. مردان مسلح با صدای بلند خندیدند و آن دو را به حال خود گذاشتند و رفتند. سانتیاگو به کیمیاگر گفت چرا حقیقت را به آنها گفتید؟ مگر عقلتان را از دست داده اید؟ میخواستم حقیقتی را به تو نشان دهم. ما قدر و قیمت گنجینه‌ای را که در اختیار داریم نمیدانیم، زیرا مردم باور نمی کنند که چنین گنجینه‌ای وجود دارد. آن دو دیگر چیزی نگفتند و همچنان در صحرا پیش رفتند. قلب سانتیاگو خاموش شده بود و در گوش او زمزمه‌ای نمی کرد. او نیز به چیزی نمی اندیشید. با قلبش صمیمی شده بود و به صحرا می نگریست. تا آن هنگام قلبش گاهی زمزمه‌ای می کرد تا او را به ادامه راه تشویق کند، زیرا جوان از طولانی شدن سفر خسته شده بود و قلبش از شجاعت او سخن می گفت که با چه جرأت بی‌نظیری گوسفندان و سپس دکان بلور فروش را رها کرده و دنبال رویاهایش آمده بود. حتی یک بار قلبش از روزی سخن گفت که در دوران نوجوانی دور از چشم پدرش تپانچه او را برداشت و امکان داشت خود را زخمی کند. قلبش روز دیگر به یادش آورد که روزی بیمار شده و نزدیک گوسفندانش به خواب رفته بود و دو راهزن در کمین نشسته بودند و می‌خواستند او را بکشند و گله را بدزدند. اما او ناگهان بیدار شده بود و گله گوسفندان را از آنها دور کرده بود و راهزنان نتوانسته بودند او را بیابند و پی کار خود رفته بودند. جوان از کیمیاگر پرسید قلب آدمی همیشه به او کمک می کند؟ قلب تنها به کسانی کمک می کند که در راه رسیدن به رویاها و سرنوشت خاص خیش پیش می روند. قلبها به بچه ها و سالخوردگان و به آدم های مست و از خود بیخبر هم کمک می کنند. اما من در این راه پرخطر چه کار باید بکنم؟ همانطور که گفتم، قلبت به هر حال به تو کمک می کند. به او اعتماد داشته باش. آنها به اردوگاه قبیله‌ای رسیدند که آماده جنگ بودند و مردان مسلح اسلحه و اسب‌هایشان را آماده می‌کردند. چند نفری نیز در گوشه نشسته بودند و قلیان می‌کشیدند و با یکدیگر درباره جنگ صحبت می‌کردند. کسی به آن دو توجه نمی‌کرد. سانتیاگو گمان می‌کرد که به راحتی می‌توانند از آن اردوگاه بیرون بروند. اما کیمیاگر گفت به یاد داشته باش که در صحرا هستی و در زمان جنگ. روح جهان فریاد خشم‌آلود جنگاوران را می‌شنود و هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفتد. هیچ کس نمی‌داند که در جنگ چه می‌گذرد و هیچ کس در امان نیست. در این هنگام دو مرد مسلح پیش آمدند و گفتند نمی‌توانید از اردوگاه بیرون بروید. جبهه جنگ در همین اطراف است. کیمیاگر در چشم‌های آن دو خیره شد. زیاد دور نمی‌رویم. آن دو مرد مسلح چند لحظه ساکت ماندند و سپس گفتند می‌توانید بروید. سانتیاگو شگفت زده گفت نگاه شما در آنها اثر گذاشت. چشم انسان قدرت روحش را نشان می‌دهد. اما خطر از آنها دور نشده بود. آنها سوار بر اسب آهسته آهسته از اردوگاه بیرون رفتند. شب بود. چند رشته کوه را در روشنایی مهتاب از دور می‌دیدند. آنها مجبور بودند برای رسیدن به اهرام از آن منطقه کوهستانی نیز بگذرند. کیمیاگر گفت اگر مانعی پیش نیاید 2 روزی دیگر به اهرام می‌رسیم. حالا که 2 روز بیشتر فرصت نداریم کیمیاگری را به من یاد بدهید. تو به راز کیمیا پی برده‌ای. همین که یاد گرفته‌ای دنبال رویایت بروی و از نیمه راه برنگردی و می‌خواهی با روح جهان بیامیزی و گنج پنهان را بیابی، معلوم است که به اسرار کیمیا دست یافته‌ای. منظورم آن است که بتوانم هر فلزی را به طلا تبدیل کنم. کیمیاگر جوابش را نداد تا آنکه در گوشه‌ای از اسب پیاده شدند تا غذایی بخورند. در آنجا کیمیاگر به او گفت
چندین بار گفتم که در جهان همه چیز در حال تغییر و تکامل است و در این میان آن چیزی به ما می آموزد که درست بی عیب و نقص است. اما مردم نادانسته کلام خردمندان را تفسیر و تعبیر می کنند و خود را به زحمت می اندازند. به همین دلیل طلا به جای آنکه برای انسان سعادت بیاورد باعث بدبختی و جنگ و جدال می شود. کیمیاگر لحظه‌ای ساکت ماند و سپس در ادامه سخنش گفت: من کیمیاگران واقعی را می شناسم. آنها مدت‌های طولانی در آزمایشگاهشان کنار آتش بیدار می مانند و سرانجام خود آنها مانند فلزی که به طلا تبدیل می شود به تحول و تکامل می رسند. آنها این حقیقت را در می یابند که هرچه در اطرافشان است در تحول و تغییر است. در این میان تنها کسانی به اسرار کیمیا دست می یابند که باهوش و بسیار فهمیده باشند، اما آنها که فقط منظورشان تبدیل مس و سرب به طلاست و در جستجوی اسرار بیشتر و عمیق‌تری نیستند، هرگز اسرار کیمیا را کشف نمی کنند. کیمیاگر سخنانش را ناتمام گذاشت، خم شد و صدف بزرگی را که در میان شنها افتاده بود برداشت و گفت: همه چیز ثابت می کند که این صحرا روزگاری دریا بوده است. بله، اینجا دریا بوده است. کیمیاگر به او گفت که صدف را کنار گوشش بگذارد. او در دوران کودکی این کار را کرده و صدای دریا را شنیده بود. دوست جوان من، دریا همیشه در این صدف باقی میماند، زیرا سرنوشت و تقدیر او این بوده است تا وقتی که دوباره دریا به اینجا بیاید و صحرا را بگیرد، آن صدا همچنان در صدف باقی میماند. سپس سوار اسب شدند و به سوی اهرام مصر پیش رفتند. هنگامی که قلب جوان علامت خطر داد، خورشید داشت غروب می‌کرد. در میان تپه‌های قولاسا جوان به کیمیاگر نگریست، اما به نظر می‌رسید که متوجه هیچ چیز نشده است. 5 دقیقه بعد جوان 2 سوار را همچون 2 شبح تیره پیش رویش دید. پیش از آنکه بتواند با کیمیاگر صحبت کند، 2 سوار به 10 سوار و سپس به 100 سوار تبدیل شدند تا اینکه تپه‌های قولاسا از آن سوارها پوشیده شدند. جنگجویان آبی پوش بودند که حلقه‌های تیره روی دستار خود داشتند. چهره‌هایشان با نقابی تیره پوشیده شده بود و تنها چشم‌هایشان دیده می‌شد. حتی از دور آن چشم‌ها قدرت روح خود را آشکار می‌کردند. آن چشم‌ها از مرگ سخن می‌گفتند. آن 2 نفر را به یک اردوگاه نظامی در آن حوالی بردند. سربازی جوان و کیمیاگر را به داخل خیمه راند. آن خیمه متفاوت با خیمه‌هایی بود که در واحد دیده بود. یک فرمانده به همراه سردارانش در آن خیمه بودند. یکی از مردها گفت: جاسوسند؟ کیمیاگر گفت: ما فقط مسافریم. 3 روز پیش شما در اردوگاه دشمن دیده شده اید. با یکی از جنگجویان حرف می زدید. کیمیاگر گفت: من مردی هستم که صحرا را می پیمایم و ستارگان را می شناسم. درباره لشکرها یا حرکت قبایل هیچ اطلاعی ندارم. تنها دوستم را تا اینجا راهنمایی می کردم. فرمانده پرسید: دوستت کیست؟ کیمیاگر گفت: یک کیمیاگر است. نیروهای طبیعت را می شناسد و مایل از توانایی‌های خارق‌العاده‌اش را به فرمانده نشان دهد. جوان در سکوت و ترس گوش می کرد. مرد دیگری گفت: بیگانه‌ای در سرزمین بیگانه چه می کند؟ پیش از آن که جوان کلامی بگوید، کیمیاگر پاسخ داد: پول آورده ایم تا به شما تقدیم کنیم. و کیسه را از جوان گرفت و تحویل فرمانده داد. مرد عرب سکه ها را در سکوت پذیرفت. می توانست سلاح‌های بسیاری بخرد. سرانجام پرسید: کیمیاگر کیست؟ مردی که جهان و طبیعت را می شناسد. اگر بخواهد این اردوگاه را تنها با نیروی باد ویران می کند. مردها خندیدند. به ویرانگری جنگ عادت داشتند و باد ضربه مرگباری به شمار نمی رفت. اما قلب هر یک درون سینه فشرده شد. آنها مردان صحرا بودند و از جادوگران می ترسیدند. فرمانده گفت: می خواهم ببینم. کیمیاگر پاسخ داد: به 3 روز نیاز داریم. آنگاه او خود را به باد تبدیل می کند تا نیروی توانمندش را نشان دهد. اگر نتوانست
با فروتنی جانمان را به قبیله شما تقدیم می‌کنیم. فرمانده متکبرانه گفت: نمی‌توانی چیزی را که پیشاپیش مال من است به من تقدیم کنی. اما آن 3 روز را در اختیار مسافران گذاشت. جوان از وحشت فلج شده بود. کیمیاگر بازویش را گرفت و کمکش کرد تا از خیمه خارج شود. کیمیاگر گفت: نگذار متوجه ترسد شوند. اینها مردان شجاعی هستند و ترسوها را تحقیر می کنند. اما صدای جوان در نمی آمد. در اردوگاه راه می رفتند. نیازی به زندانی کردنشان نبود. عربها فقط اسبهایشان را گرفته بودند. جهان بار دیگر زبانهای بسیارش را نمایش می داد. صحرا که پیشتر سرزمینی آزاد و بیکران بود، اینک به دیواری نفوذناپذیر تبدیل شده بود. جوان گفت: تمام گنجینه مرا به آنها دادید، هرچی را که در زندگیم به دست آورده بودم. اگر بنا باشد بمیری، نگه داشتن این پول چه معنایی دارد؟ پول تو تا 3 روز زندگیت را نجات داد. به ندرت پیش می آید که پول بتواند مرگ را به تأخیر بیندازد. اما جوان ترسیده تر از آن بود که بتواند حرفهای حکیمانه بشنود. نمی دانست چگونه به باد تبدیل شود. کیمیاگر نبود. کیمیاگر از جنگجویی چای خواست و کمی از آن را روی نبض‌های مچ دست جوان ریخت. پس از آنکه کیمیاگر چند کلمه به زبان آورد که جوان معنایش را نمی‌فهمید، موجی از آرامش بدنش را فرا گرفت. کیمیاگر با لحن بسیار شیرینی گفت: خود را تسلیم ناامیدی نکن. این باعث می شود نتوانی با قلبت صحبت کنی. اما من نمیدانم چگونه باید به باد تبدیل شوم. کسی که افسانه شخصیش را دنبال می کند، هر چه را که باید می داند. تنها یک چیز می تواند یک رویا را به یک ناممکن تبدیل کند: ترس از شکست. من از شکست نمی ترسم، فقط نمی دانم چگونه باید به باد تبدیل شوم. پس باید بیاموزی. زندگیت به همین وابسته است. و اگر نتوانم، در حال زیستن افسانه شخصیت می میری. این بسیار بهتر از مردن همچون میلیون ها آدم معمولی است که حتی نمی دانند افسانه شخصی وجود دارد. با وجود این نگران نباش. معمولا مرگ باعث می شود انسان زندگی را بیشتر احساس کند. نخستین روز گذشت. نبردی در آن نزدیکی در گرفته بود و زخمی‌های بسیاری را به آن اردوگاه نظامی می آوردند. جوان اندیشید: با مرگ هیچ چیز دگرگون نمی شود. جنگجویان می مردند و دیگران جایگزین آنها می شدند و زندگی ادامه می یافت. نگهبانی به جسد رفیقش می گفت: می توانستی دیرتر بمیری؟ دوست من، می توانستی پس از صلح بمیری؟ هرچه بود سرانجام می مردی. در پایان روز جوان به جستجوی کیمیاگر پرداخت. کیمیاگر شاهینش را برداشته بود و به صحرا می رفت. جوان گفت: نمیدانم چگونه باید به باد تبدیل شوم. آنچه را که به تو گفتم در یاد داشته باش. اینکه جهان تنها بخش مرئی خداوند است و اینکه کیمیاگری آوردن کمال روحانی به سطح مادی است. شما چه می کنید؟ به شاهینم غذا می دهم. اگر نتوانم به باد تبدیل شوم می میرم. دیگر چرا به شاهینتان غذا بدهید؟ کسی که بناست بمیرد تویی. من می دانم چگونه به باد تبدیل شوم. روز دوم جوان بر فراز صخره‌ای در نزدیکی اردوگاه رفت. نگهبانان اجازه دادند بگذرد. درباره ساحری که خود را به باد تبدیل می کند شنیده بودند و نمی خواستند به او نزدیک شوند. وانگهی صحرا دیواری نفوذناپذیر بود. تمام عصر روز دوم را به تماشای صحرا گذراند و به نجوای قلبش گوش سپرد. صحرا هراسش را شنید. هر دو به یک زبان سخن می گفتند. روز سوم فرمانده سردارانش را جمع کرد و به کیمیاگر گفت: برویم این پسرک را که خود را به باد تبدیل می کند ببینیم. کیمیاگر پاسخ داد: برویم ببینیم. جوان آنها را به همان مکانی برد که روز پیش رفته بود. سپس از همه خواست بنشیند. گفت: کمی طول می کشد. فرمانده گفت: شتابی نداریم، ما مردان صحراییم. جوان به افق پیش رویش نگریست. کوههایی در دوردست بودند و نیز تپه‌ها، صخره‌ها و گیاهان رونده‌ای که جایی بر زیستن پافشاری می‌کردند که بقا ناممکن می‌نمود.
همان صحرایی بود که در آن ماه‌ها سرگردان بودند. با وجود این تنها بخش اندکی از آن را می شناخت. در آن بخش اندک با مرد انگلیسی، کاروانها، جنگ‌های قبیله‌ای و واحه‌ای با 50,000 نخل و 300 چاه آشنا شده بود. صحرا پرسید: امروز دیگر اینجا چه می‌خواهی؟ مگر دیروز به اندازه کافی به هم ننگریستیم؟ تو در جایی کسی را که دوست دارم در اختیار داری. پس آنگاه که به شنهای تو می‌نگرم به او هم نگاه می‌کنم. می‌خواهم نزدش بازگردم و به یاری تو نیاز دارم تا خود را به باد تبدیل کنم. عشق چیست؟ عشق پرواز شاهینی بر فراز شنهای توست، چون برای او تو دشت سبزی هستی و بدون شکار از نزد تو باز نمی گردد. او صخره‌های تو، تپه‌های تو و کوه‌های تو را می شناسد و تو برای او سخاوتمندی. منقار شاهین تکه‌های بدنم را می کند. من طعمه او را سالها در خود می پرورم. با همان اندک آبی که دارم سیرابش می کنم و نشانش می دهم غذا کجاست. یک روز درست زمانی که بناست نوازش طعمه را بر شانه‌ام احساس کنم، شاهین از آسمان فرود می آید و مخلوق مرا با خود می برد. اما تو طعمه را برای همین آفریدی، برای تغذیه شاهین. شاهین نیز انسان را تغذیه می کند و سپس روزی انسان نیز شنهای تو را تغذیه می کند. همان شنهایی که بار دیگر طعمه را می پرورند. روند جهان این گونه است. عشق این است؟ بله، عشق همین است. همان است که طعمه را به شاهین، شاهین را به انسان و انسان را دوباره به صحرا تبدیل می کند. همان چیزی است که صبح را به طلا تبدیل می کند و طلا را برای پنهان کردن به دل زمین باز می گرداند. حرفهای تو را نمی فهمم. پس این را بفهم که جایی در میان شنهای تو زنی منتظر من است و برای همین باید خودم را به باد تبدیل کنم. صحرا کمی خاموش ماند. من شنهایم را به تو می دهم تا باد بتواند آنها را برخیزاند، اما به تنهایی نمی توانم کاری کنم. از باد یاری بخواه. نسیم ملایمی وزیدن آغاز کرد. فرماندهان از دور جوان را تماشا می کردند که به زبانی ناشناخته سخن می گفت. کیمیاگر لبخند زد. باد نزد جوان آمد و چهره‌اش را لمس کرد. به گفتگویش با صحرا گوش داده بود، چون بادها همواره همه چیز را می دانند. آنها سراسر جهان را می پیمایند بدون مکانی برای زاده شدن و مکانی برای مردن. جوان به باد گفت: کمکم کن. روزی در تو صدای محبوبم را شنیدم. چه کسی سخن گفتن به زبان صحرا و باد را به تو آموخته است؟ قلبم. باد نامهای بسیاری داشت. در آنجا سیروکو خوانده میشد، چون عربها گمان می‌کردند از سرزمین‌های پوشیده از آب و از سکونتگاه‌های سیاه‌پوستان می‌آید. در سرزمین دوری که جوان از آنجا می‌آمد، آن را باد شرق می‌خواندند، چون گمان می‌کردند شنهای صحرا و هیاهوی جنگجویان مور را با خود می‌آورد. شاید در مکانی دورتر از دشت‌های گوسفندها مردم گمان می‌کردند که آن باد در اندلس زاده می‌شود، اما باد به هیچ مکانی تعلق نداشت و به هیچ جا نمی‌رفت. به همین دلیل نیرومندتر از صحرا بود. روزی ممکن بود در صحرا درخت بکارند و همانجا گوسفند بپرورند، اما هرگز نمی‌شد بر باد غلبه کرد. باد گفت: تو نمی‌توانی باد باشی، ما از دو سرشت متفاوتیم. درست نیست. هنگامی که همراه تو در جهان سفر می‌کردم با اسرار کیمیاگری آشنا شدم. در خود بادها، صحراها، اقیانوسها، اخترها و آنچه در کیهان آفریده شده است دارم. ما هر دو توسط یک دست خلق شده ایم و یک روح داریم. می‌خواهم همچون تو باشم. به هر گوشه‌ای نفوذ کنم، از دریاها بگذرم، شنهایی که گنجم را پوشانده است برخیزانم و آوای محبوبم را نزد خود بیاورم. آن روز گفتگوی تو را با کیمیاگر شنیدم. می گفت هر چیزی افسانه شخصی خود را دارد. مردم نمی توانند خود را به باد تبدیل کنند. به من بیاموز تا برای چند لحظه باد باشم، تا بتوانم درباره امکانات نامحدود آدمیان و بادها سخن بگویم. باد کنجکاو بود، دوست داشت درباره این موضوع صحبت کند، اما نمیدانست چگونه باید انسانها را به باد تبدیل کرد. او بسیار میدانست صحرا میساخت، کشتیها را غرق میکرد،
جنگل‌ها را نابود می‌کرد و از شهرهای سرشار از موسیقی و صداهای غریب می‌گذشت. گمان می‌کرد نامحدود است. جوانی آنجا بود که می‌گفت هنوز کارهای دیگری از باد ساخته است. جوان که دید باد تسلیم خواسته او شده است گفت این را عشق می‌نامند. عشق ورزیدن به معنای این است که می‌توانی در جهان آفرینش هر چیزی باشی. هنگامی که عشق می‌ورزیم نیازی به درک آنچه رخ می‌دهد نداریم، چون همه چیز در درون ما رخ می‌دهد. آدم‌ها نمی‌توانند خود را به باد تبدیل کنند، حتی اگر بادها آنها را یاری کنند. باد که بسیار مغرور بود از گفته جوان آزرده شد. با سرعت بیشتری شروع به وزیدن کرد و شنهای صحرا را برخیزاند، اما سرانجام ناچار شد بپذیرد که هرچند سراسر جهان را پیموده است، نمی‌داند چگونه انسانها را به باد تبدیل کند و عشق را نمی‌شناسد. باد خشمگین از پذیرفتن محدودیت‌هایش گفت هنگامی که جهان را می‌پیمود متوجه شدم بسیار از مردم هنگام سخن گفتن از عشق به آسمان می‌نگرند. شاید بهتر باشد از آسمان بپرسی. پس کمکم کن. این مکان را پر از گرد و غبار کن تا بتوانم به خورشید بنگرم بی آنکه کور شوم. باد با تمام قدرتش وزید و آسمان از گرد و غبار پوشیده شد و در جای خورشید تنها دایره ضخیمی بر جای گذاشت. در اردوگاه دیگر نمیشد چیزی را تشخیص داد. مردم صحرا این باد را می شناختند. آن را شمعون می نامیدند. از طوفان دریایی بدتر بود، هرچند آنها دریا را نمی شناختند. اسبها شیهه می کشیدند و سلاحها اندک اندک از غبار پوشیده می شدند. روی صخره یکی از سرداران به فرمانده گفت شاید بهتر باشد بس کنیم. دیگر تقریبا نمی توانستند جوان را تشخیص بدهند. چهرهشان با نقاب‌های آبی رنگ پوشیده شده بود و چشمهایشان تنها وحشت را باز می‌تاباند. یکی از سرداران اصرار کرد بگذارید تمامش کنیم. فرمانده با احترام گفت می‌خواهم عظمت الله را ببینم. می‌خواهم ببینم چگونه یک انسان خود را به باد تبدیل می‌کند. او نام آن دو مرد را که ترسیده بودند به خاطر سپرد. هنگامی که باد می ایستاد آن سردارانش را برکنار می کرد، چون مردان صحرا نباید ترس را احساس کنند. جوان به خورشید گفت باد به من گفت تو عشق را می شناسی. اگر عشق را می شناسی پس روح جهان را هم می شناسی که از عشق سرشته شده است. اینجا که هستم می توانم روح جهان را ببینم. او با روح من ارتباط دارد و ما با هم گیاهان را می رویانیم و می گذاریم گوسفندها به جستجوی سایه برآیند. از اینجا که من هستم و از زمین بسیار دور است، عشق ورزیدن را آموختم. می دانم اگر اندکی دیگر به زمین نزدیک شوم، همه چیز در آن می میرد و روح جهان از هستی باز می ماند. پس به هم می نگریم و من به او انرژی و گرما می بخشم و او دلیلی برای زیستن به من می بخشد. تو عشق را می شناسی؟ من روح جهان را می شناسم، چون در این سفر بی پایان در کیهان بسیار با هم سخن می گوییم. او برای من می گوید که بزرگترین مشکل ما این است که تا امروز تنها کانی‌ها و گیاهان فهمیدند که همه چیز یگانه است و برای همین نیازی نیست که سرب با مس و مس با طلا برابر باشد. هر یک وظیفه خود را در این یگانگی انجام می دهد. اگر دستی که همه اینها را رقم زده است در روز پنجم آفرینش باز می ماند، همه چیز یک سمفونی سرخ بود، اما روز ششمی هم بود. جوان پاسخ داد تو فرزانه‌ای، چون همه چیز را از دور می بینی اما عشق را نمی شناسی. اگر در خلقت روز ششمی نبود انسان نبود. مس همواره مس می ماند و سرب همواره سرب. درست از هر یک افسانه شخصی خود را داشتند، اما روزی این افسانه شخصی به انجام می رسد. پس لازم بود به چیز بهتری تبدیل شوند و افسانه شخصی نوینی را آغاز کنند تا روح جهان به راستی به چیزی یگانه تبدیل شود. خورشید در اندیشه فرو رفت و تصمیم گرفت نیرومندتر بتابد. باد پس از این گفتگو نیرومندتر از پیش وزید تا نور خورشید جوان را کور نکند. جوان گفت کیمیاگری برای همین وجود دارد، برای اینکه هر انسانی گنجش را بجوید و آن را بیابد و سپس بخواهد بهتر از آنی باشد که در زندگی پیشینش بوده است. سرب وظیفه خود را به انجام می‌رساند تا هنگامی که دیگر جهان به سرب نیازی نداشته باشد. سپس باید به طلا تبدیل شود.
کیمیاگران این کار را انجام می‌دهند. نشان می‌دهند وقتی می‌کوشیم که از آنچه هستیم بهتر باشیم، همه چیز در پیرامون ما هم بهتر می‌شود. پس چرا می‌گویی که من عشق را نمی‌شناسم؟ چون عشق نه همچون صحرا ایستا و ماندنی است و نه همچون باد جهان را می‌پیماید و نه همچون تو به همه چیز از دور می‌نگرد. عشق نیرویی است که روح جهان را تغییر می‌دهد و بهتر می‌کند. هنگامی که برای نخستین بار به درون آن نفوذ کردم، گمان می‌کردم کامل است، اما بعد دیدم که او بازتابی از تمامی موجودات است و جنگ‌ها و سوداهای خود را دارد. ما هستیم که روح جهان را تغذیه می‌کنیم و زمینی که بر آن زندگی می‌کنیم بهتر یا بدتر می‌شود اگر ما بهتر یا بدتر شویم. اینجاست که نیروی عشق وارد می‌شود، چون تا زمانی که عشق بورزیم همواره آرزومندیم بهتر از آنچه هستیم باشیم. از من چه می‌خواهی؟ که یاریم کنی تا به باد تبدیل شوم. طبیعت مرا فرزانه ترین مخلوقات می‌داند، اما نمی‌دانم چگونه تو را به باد تبدیل کنم. پس باید با که صحبت کنم؟ خورشید لحظه‌ای ساکت ماند. باد می‌رفت تا به سراسر جهان خبر دهد که خرد خورشید محدود است. با وجود این نمی‌توانست از دست آن جوان که با زبان جهانی سخن می‌گفت بگریزد. با دستی صحبت کن که همه چیز را نوشته است. باد فریادی از خوشنودی کشید و نیرومندتر از همیشه وزید. خیمه ها از روی شنها کنده شدند و جانوران لجام گسیختند. روی صخره مردان به یکدیگر آویختند تا به دوردست پرت نشوند. جوان به دستی که همه چیز را نوشته بود رو کرد. به جای آنکه صحبت کند احساس کرد تمام کیهان در خاموشی فرو رفته است. او نیز در سکوت ماند. نیروی از عشق در قلبش جوشید و نیایش را آغاز کرد. نیایشی بود که پیش از آن هرگز به جای نیاورده بود. همچون دعای بی کلام و بی خواسته بود. به دلیل یافتن چراگاه برای گوسفندانش سپاسگزاری نمی کرد. تمنای فروش بیشتر بلور نداشت. نمی‌خواست زنی را که ملاقات کرده بود در انتظار بازگشتش بماند. در آن سکوت چیره شده جوان فهمید که صحرا، باد و خورشید نیز نشانه‌هایی از آن دست نوشته‌ها هستند و می‌کوشند راه خود را به فرجام برسانند و آنچه را که روی یک زمرد ساده نوشته شده بود بفهمند. می‌دانست که این نشانه‌ها در زمین و فضا پراکنده‌اند و در ظاهر هیچ انگیزه یا معنایی ندارند. صحراها، بادها، انسانها و خورشید هیچ یک نمی‌دانستند برای چه آفریده شدند، اما آن دست برای همه اینها انگیزه‌ای داشت و تنها او می‌توانست معجزه کند. اقیانوس‌ها را به صحرا و انسانها را به باد تبدیل کند، چون فقط او می‌فهمید که طرحی از این کیهان را به نقطه‌ای رهنمون است که 6 روز آفرینش را به اکسیر اعظم تبدیل می‌کند. جوان در روح جهان فرو رفت و دید که روح جهان بخشی از روح خداوند است. دید که روح خداوند روح خود اوست و دید به این ترتیب می‌تواند معجزه کند. آن روز باد شمعون چنان وزید که هرگز نوزیده بود. تا نسل‌ها بعد عرب‌ها افسانه جوانی را برای یکدیگر باز می‌گفتند که خود را به باد تبدیل کرده. تقریباً یک اردوگاه نظامی را نابود ساخته و قدرت مهمترین فرمانده نظامی صحرا را به سخره گرفته بود. هنگامی که شمعون از وزش ایستاد، همه به مکانی می‌نگریستند که جوان ایستاده بود. دیگر آنجا نبود. در سوی دیگر اردوگاه کنار نگهبانی ایستاده بود که تقریباً زیر شن دفن شده بود. مردها از آن جادو به وحشت افتادند. تنها 2 نفر لبخند می‌زدند. کیمیاگر چون شاگرد راستین خود را یافته بود و فرمانده چون آن شاگرد شکوه خداوند را درک کرده بود. روز بعد فرمانده با جوان و کیمیاگر وداع کرد و دستور داد گروهی محافظ آنها را تا جایی که می‌خواستند همراهی کنند. آن 2 تا فرارسیدن شب در صحرا تاختند و پس از غروب آفتاب به یک صومعه قبطی رسیدند. کیمیاگر از مردان مسلح خواست به اردوگاه خود بازگردند و به سانتیاگو گفت: از فردا تو را به حال خود می‌گذارم که تنها تا اهرام مصر بروی. تا آنجا 3 ساعت راه بیشتر نیست. استاد، من از شما زبان جهانی را یاد گرفتم. تو این زبان را می‌دانستی؟ نیازی نبود که من آن را به تو یاد بدهم. راهب سیاه پوشی در صومعه را باز کرد
و کیمیاگر به زبان قبطی به او چیزهایی گفت. سپس وارد صومعه شدند. کیمیاگر به سانتیاگو گفت که از راهب خواسته است تا آنها را به آشپزخانه صومعه ببرد. در آشپزخانه کیمیاگر اجاق را روشن کرد و تکه‌ای سرب را که راهب به خواهش او آورده بود در دیگی که بر سر آتش بود گذاشت و پس از آنکه سرب ذوب شد، کیمیاگر سنگی را که به شکل تخم مرغ بود از جیبش درآورد و با چاقو اندکی از پوسته آن را تراشید و تراشه ها را در میان تکه‌ای موم گذاشت و آن را در سرب گداخته انداخت. کم کم سرب گداخته به رنگ خون درآمد. کیمیاگر دیگ را از روی آتش برداشت و در گوشه‌ای گذاشت تا سرب گداخته خونالود سرد شود. در این فرصت از راهب پرسید: چه وقت جنگ قبیله ها تمام می شود؟ خدا می داند. هر چه خواست خدا باشد همان خواهد شد. آمین. پس از آنکه سرب گداخته سرد شد، سانتیاگو و راهب سیاه‌پوش شگفت زده به آن چشم دوختند. سرب دیگر سرب نبود، طلا شده بود. چوپان جوان به استادش گفت: چه وقت این راز را به من میگویید؟ این سرنوشت و افسانه انحصاری من است. تو افسانه دیگری داری، اما میخواستم به تو نشان دهم که میتوانم سرب را به طلا تبدیل کنم. از آشپزخانه بیرون رفتند. در حیاط صومعه کیمیاگر در گوشه ایستاد و آن طلا را 4 قسمت کرد و 1 قسمت را به راهب سیاه‌پوش داد و گفت: این پاداش شماست برای پذیرایی سخاوتمندانه از زائرانی که به صومعه می آیند. اما این پاداش از سخاوت من بیشتر است. این حرف را نزنید، وگرنه دنیا حرف شما را می شنود و پس از این سهم کمتری به شما خواهد داد. 1 قسمت از آن طلا را هم به سانتیاگو داد و گفت: این هم در عوض سرمایه و سکه های طلای تو که فرمانده اردوگاه از ما گرفت. سانتیاگو میخواست بگوید که این طلا چند برابر سرمایه من ارزش دارد، اما چیزی نگفت، چون میدانست کیمیاگر همان را میگوید که به راهب سیاه‌پوش گفته بود. کیمیاگر برای خود نیز 1 قسمت از طلای 4 تکه را برداشت و گفت: این برای خودم، چون راه درازی در پیش دارم و باید به الفیوم برگردم و جنگ قبیله ها هنوز تمام نشده است. قسمت 4 را هم به راهب سیاه‌پوش داد و گفت: این قسمت هم پیش شما باشد. اگر اتفاقی افتاد و دوست جوان من نیازمند شد، آن را به او بدهید. چوپان جوان گفت: اما من دیگر به طلا احتیاجی ندارم. به جستجوی گنج می روم و همه آن ثروت را به دست خواهم آورد. یقین دارم که گنج را خواهی یافت. پس چرا این سهم را در اینجا برای من می گذارید؟ برای اینکه تو 2 بار سرمایه‌ات را از دست دادی. 1 بار در طنجه اندوخته‌ات را دزد برده و بار دیگر فرمانده اردوگاه سرمایه‌ات را گرفته است. 1 مثل قدیمی میگوید: هیچ دویی نیست که 3 نشود. من 1 عرب پیر و خرافاتیم و به این خرافات معتقدم. دیگر چیزی نگفت. از صومعه بیرون رفتند و بر اسب نشستند و به راه افتادند. کیمیاگر گفت: مایلم داستانی از رویا برایت تعریف کنم. جوان اسبش را نزدیک تر کرد. کیمیاگر گفت: در زمانهای دور در روم قدیم، در زمان امپراتوری تیبر، پیرمردی زندگی می‌کرد آزاده و نیکسرشت. او 2 پسر داشت. 1 سپاهی شد و مأمور خدمت در دورترین نقطه امپراتوری و دیگری شاعر شد و روم را با زیبایی‌های کلامش تسخیر کرد. شبی خوابید و خواب دید فرشته‌ای به او نزدیک شد و گفت: کلام یکی از پسرانت در دنیا به اوج می‌رسد و ورد زبان‌ها می‌شود و برای همیشه باقی می‌ماند. پیرمرد از خواب پرید. صورتش از شادی پر از اشک شده بود، چون می‌دید زندگی چهره با محبت خود را به او نشان می‌دهد و او را از آنچه لازمه غرور 1 پدر است لبریز می‌کند. دیری نپایید که پیرمرد در راه نجات کودکی که عرابه او را زیر گرفته بود جانش را از دست داد. او از آنجا که در طول زندگی به کسی بدی نکرده و بد کسی را نخواسته بود به آسمان ها رفت. در آنجا فرشته ای را که در خواب دیده بود بار دیگر دید.
فرشته به او گفت تو انسان خوبی بودی، با عشق زندگی کردی و مرگت هم با گذشت و ایثار همراه بود. امروز می توانم تو را به آرزوهایت برسانم. پیرمرد جواب داد زندگی همیشه روی خوش خود را نشانم داد و هنگامی که تو به خوابم آمدی دریافتم همه تلاش من در زندگی به نتیجه مطلوب رسید، چون اشعار پسرم قرنها و قرنها در حافظه مردم باقی خواهد ماند. من آرزویی برای خود ندارم. با وجود این هر پدری از شهرت کسی که در دامن خود بزرگش کرده است خوشحال می شود و مغرور. آرزو دارم در آینده دور باشم تا آن کلامی را که جاودان شده است بشناسم. فرشته دست بر شانه پیرمرد گذاشت و به اتفاق از بعد زمان گذشتند و به آینده دور رسیدند. در مقابل آنها میدان بزرگی دیده میشد که مردم در آن رفت و آمد می‌کردند و با زبانی ناآشنا سخن می‌گفتند. چهره پیرمرد از شادی غرق اشک شد و به فرشته گفت می‌دانستم که اشعار پسرم زیبا و دلنشین و جاودانی‌اند. میل دارم به من بگویی کدامیک از اینها مشغول خواندن غزلی از سروده‌های پسرم است. فرشته به او نزدیک شد و با هم روی یکی از نیمکت‌های آن میدان گسترده نشستند. فرشته با متانت خاصی گفت اشعار و سروده‌های پسر شاعرت در روم بسیار محبوب و شناخته شده بودند و همه مردم از خواندنشان لذت می‌بردند، ولی زمانی که حکومت تیبر پایان گرفت آن سروده‌های زیبا هم به فراموشی سپرده شدند. گفتاری که ماندنی شد گفته‌های پسر دیگرت است، پسری که نظامی بود و سرباز. پیرمرد با تعجب نگاه کرد و فرشته ادامه داد پسرت نظامی شد و مأمور خدمت در دورترین سرزمین امپراتوری. در آنجا افسر شد و رئیس یک گروه پیاده نظام. خدمه‌ای سخت مریض شد و کسی را توان معالجه او نبود. پسرت خاخامی را می شناخت که بیماران را شفا می داد. برای پیدا کردن او به هر سو رفت تا به مردی رسید که توسط آن شخص معالجه شده بود. آن مرد به پسرت گفت کسی که در جستجویش هستی مسیح نام دارد و خود را پسر خدا می خواند. از آن پس پسرت گوش به کلامش داد و دل به تعالیمش بست و با همه وجود به اعتقادات او روی آورد. مؤمن و پرهیزگار شد تا اینکه یک روز صبح نزد خاخام رفت و برایش ماجرای بیماری یکی از خدمه‌هایش را گفت. خاخام با گشاده‌رویی اعلام کرد آماده است او را تا خانه همراهی کند. پسرت از این بزرگمنشی خاخام یکه خورد و بر چهره و قامت او نظر افکند. از ژرفای نگاهش دریافت به راستی در مقابل پسر خدا ایستاده است. او مردم آن حوالی را دیده بود که هنگام عبور او به احترامش از جای برمیخیزند. فرشته به پیرمرد گفت اینها هستند گفته‌های پسرت، گفتاری که در آن لحظه به خاخام گفته بود. ای حضرت، خانه من لایق شما نیست. بیمار من فقط با دم مسیحاییت شفا می‌یابد. کیمیاگر به اسبش زد تا تندتر برود و ادامه داد. مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد، ولی هر شخصی روی زمین نقش عمده‌ای در ساخت تاریخ دنیایی دارد که معمولاً خود از آن بیخبر است. جوان خندید. هرگز تصور نمی‌کرد زندگی یک چوپان اینقدر با اهمیت باشد. کیمیاگر گفت خدا نگهدارت باشد. پاسخ شنید خدا نگهدار شما باشد. سانتیاگو چندین ساعت در صحرا حرکت کرد و کوشید با دقت به آنچه قلبش میگفت گوش بسپارد. این قلبش بود که مکان دقیق گنجش را بر او آشکار میکرد. کیمیاگر گفته بود هر جا گنجت باشد قلبت هم همانجاست. اما قلبش درباره چیزهای دیگری سخن میگفت. مغرورانه سرگذشت چوپانی را میگفت که گوسفندانش را در جستجوی رویایی تکرار شده در 2 شب واگذاشته بود. از افسانه شخصی میگفت و از انسانهای بسیاری که این کار را به انجام رسانده بودند. انسانهایی که به جستجوی سرزمینهای دور و زنان زیبا رفته بودند. انسانهایی که رویاروی دیگران با داوریها و پیش داوریهایشان ایستاده بودند. در تمام طول آن سفر قلبش از اکتشافات، از کتابها و از دگرگونی‌های عظیم سخن گفت. هنگامی که بالا رفتن از یک تپه را آغاز کرد، قلبش در گوش او گفت
به مکانی توجه کن که در آن به گریه می افتی، چون من اینجایم و گنجت اینجاست. جوان آهسته صعود از تپه را آغاز کرد. آسمان سرشار از ستارگان بار دیگر ماه بدر را به نمایش گذاشته بود. 1 ماه تمام در میان صحرا حرکت کرده بود. ماه تپه را نیز روشن کرده بود. در بازی سایه ها که باعث می شد صحرا دریایی موج گرفته بنماید، جوان شبی را به یاد آورد که اسبی را میان صحرا رها کرده بود تا به جستجوی نشانه‌ای برود که کیمیاگر می‌خواست. سرانجام نور ماه سکوت صحرا و مسیر سفر مردان در جستجوی گنج را روشن کرده بود. هنگامی که پس از چند دقیقه به بالای تپه رسید، قلبش از جا کنده شد. اهرام مصر. اهرام مصر در نور ماه بدر و سپیدی صحرا سر برافراشته بود. جوان به زانو افتاد و گریست. خدا را سپاس گفت برای آنکه افسانه شخصی خود را باور کرد و توانست با پادشاه، تاجر، مرد انگلیسی و کیمیاگر ملاقات کند. فراتر از همه برای ملاقات با دختر صحرا که باعث شده بود بفهمد عشق هرگز انسانها را از افسانه شخصیشان جدا نمی کند. صداهای بیشمار اهرام مصر از آن بالا به جوان می نگریستند. اگر می خواست اکنون می توانست به واحه بازگردد، از فاطمه خواستگاری کند و همچون چوپان ساده‌ای زندگی کند. همچون کیمیاگر در صحرا می زیست. زبان جهانی را می دانست و می توانست صلب را به طلا تبدیل کند، ولی نیازی نبود دانش و هنر خود را بر کسی آشکار نماید. هنگامی که در مسیر افسانه شخصی خود گام برمی داشت، هرچه را که لازم بود آموخته بود و هرچه رویای زیستنش را داشت زیسته بود. حالا هم به گنجش رسیده بود. یک کار تنها هنگامی به پایان می رسد که به هدف خود دست یافته باشی. جوان بر فراز آن تپه گریسته بود. به زمین نگریست و دید در آنجا اشکهایش روی زمین ریخته است. یک سوسک طلایی حرکت می کرد. در طول زمانی که در صحرا گذرانده بود آموخته بود که در مصر سوسکای طلایی نماد ایزدی هستند. این هم نشانه دیگری بود. جوان شروع به کندن کرد. سپس به یاد بلور فروش افتاد. هرگز نمی توانست هرمی در باغچه خانه‌اش بسازد، حتی اگر تمام زندگیش سنگها را روی هم می انباشت. تمام شب آنجا را کند بی آنکه چیزی بیابد. از فراز اهرام قرنها با سکوت به او نگریستند، اما جوان عقب نمی کشید. می کند و می کند و با باد می جنگید که بارها شنها را درون آن حفره ریخت. دستهایش خسته شدند و سردش شد، اما جوان به قلبش ایمان داشت و قلبش گفته بود جایی را بکند که اشکهایش فرو می ریزند. ناگهان هنگامی که می کوشید چند سنگ را که سر راهش ظاهر شده بودند بیرون بکشد، صدای گام‌هایی را شنید. چند نفر به او نزدیک می شدند. جلوی ماه ایستاده بودند و جوان نمی توانست چشمها یا چهرهشان را ببیند. یکی از آن اشباح پرسید: اینجا چه می کنی؟ جوان ترسید و پاسخی نداد. اکنون گنجی داشت که باید از زیر خاک بیرونش می کشید. شبح دیگر گفت: ما آوارگان جنگ قبایل هستیم. می خواهیم بدانیم آنجا چه پنهان کرده ای؟ به پول احتیاج داریم. هیچ چیز پنهان نکردم. یکی از آن تازه واردها او را گرفت و از حفره بیرون کشید. دیگری شروع به گشتن جیبهایش کرد و قطعه طلا را پیدا کردند. یکی از راهزنان گفت: طلا دارد. ماه چهره مرد تفتیش کننده را روشن کرد و جوان در چشمهای او مرگ را دید. دیگری گفت: باید باز طلا در زمین پنهان کرده باشد. جوان را وادار کردند تا زمین را بکند. جوان به کندن زمین ادامه داد و هیچ چیز در آنجا نیافت. آنها شروع به زدن او کردند. آنقدر او را زدند تا نخستین پرتوهای خورشید در آسمان ظاهر شد. ردایش پاره پاره شده بود و احساس می‌کرد مرگ نزدیک است. کیمیاگر گفته بود: اگر قرار باشد بمیری، نگه داشتن این پول چه معنایی دارد؟ به ندرت پیش می آید که پول مرگ را به تأخیر بیندازد. سرانجام فریاد زد: دارم دنبال یک گنج می گردم. با همان دهان زخمی و لبهای ورم کرده اش برای راهزنان تعریف کرد که دوباره رویای گنجی را دیده که در نزدیکی اهرام مصر پنهان است. کسی که رئیس آنها به نظر می رسید مدتی ساکت ماند. سپس به دیگری گفت:
می توانیم رهایش کنیم. دیگر چیزی ندارد. باید این طلا را دزدیده باشد. جوان دمر روی زمین افتاد. دو چشمهای او را می جستند. رئیس راهزنان بود، اما جوان به اهرام می نگریست. رئیس راهزنان گفت دیگر برویم. سپس به طرف جوان برگشت و گفت نمی میری، زنده میمانی و می آموزی که آدم نمی تواند احمق باشد. من هم نزدیک 2 سال پیش رویایی را 2 بار دیدم. خواب دیدم که باید به دشت‌های اسپانیا بروم و کلیسایی را بجویم که چوپان‌ها عادت دارند با گوسفندانشان در آنجا بخوابند. کلیسایی که درخت انجیر مصری در انبار چیزهای متبرکش دارد و اگر ریشه آن درخت را بکنم گنج نهانی را میابم. اما من آنقدر احمق نیستم که صحرا را بپیمایم فقط به دلیل آنکه رویایی را 2 بار دیدم. آنها رفتند. جوان به زحمت از جا برخاست و بار دیگر به اهرام نگریست. اهرام به او لبخند می‌زدند و او نیز لبخند زد. با قلبی سرشار از شعف گنج را یافته بود. بخش پایانی. نام او سانتیاگو بود. آن شب وقتی به کلیسای ویران رسید، ستاره‌ها در آسمان می‌درخشیدند. درخت انجیر مصری عظیمی که در انبار کلیسا رویده بود، پیش از پیش رشد کرده و شاخ و برگش بیشتر سقف شکسته کلیسا را پوشانده بود. چوپان جوان شبی را به یاد می آورد که با گوسفندانش در این کلیسا به صبح رسانده بود. این بار دیگر همراه گله گوسفندان به اینجا نیامده بود. تنها بود و یک بیل با خود آورده بود. مدتی در گوشه نشست و به آسمان خیره شد. سپس از کوله پشتیش بطری آبی درآورد و جرعه‌ای نوشید. شبی را به یاد می آورد که کیمیاگر را یافته بود. به روزهایی می اندیشید که همراه کیمیاگر در صحرا راه پیموده و با چه خطرهایی روبرو شده و چه زجرهایی کشیده بود. اما اگر او رویای خود را باور نکرده بود، هرگز پیرزن کولی و پادشاه سالم را و تاجر بلور فروش و کیمیاگر و فاطمه و دیگران را نمیدید و این همه تجربه نمی اندوخت. وانگهی او در مسیر خیش نشانه‌های بسیاری یافته بود و این نشانه‌ها او را به سوی مقصد و مقصودش راهنمایی می‌کردند و او به کمک این نشانه‌ها تا پایان راه رفته بود. در این اندیشه‌ها بود که پلک‌هایش روی هم افتاد و به خواب رفت. وقتی چشم گشود آفتاب همه جا را روشن کرده بود و او در نخستین لحظه‌های بیداری در ذهنش کیمیاگر را سرزنش می‌کرد و به او می‌گفت: ای پیرمرد جادوگر، تو همه چیز را می‌دانستی و به همین علت قسمتی از آن قطعه‌های طلا را به راهب صومعه دادی تا اگر در بالای تپه گنج را نیافتم نزد راهب برگردم و برای بازگشت سرمایه‌ای داشته باشم. آن راهب نیز وقتی مرا دید به لباس پاره‌ام نگاه کرد و خندید و سهم طلای مرا داد تا بتوانم به اسپانیا بازگردم. آیا نمی‌توانستی از همون آغاز به من بگویی که گنج در کجا پنهان است و مرا آنطور حیران و سرگشته در صحرای پهناور از این سو به آن سو نبری؟ باد صدای کیمیاگر را به گوش او میرساند که در جوابش میگفت: اگر حقیقت را به تو میگفتم اهرام مصر را نمیدیدی؟ مگر ندیدی که اهرام زیبایی و شکوهی باور نکردنی دارند؟ جواب کیمیاگر را شنید و خندید. بیل را برداشت و به کندن زمین پای درخت انجیر مصری مشغول شد. نیم ساعت بعد بیل او به جسم سختی خورد و پس از 1 ساعت صندوقی را که پر بود از طلا و جواهر و نقاب‌های طلایی با پرهای سفید و قرمز و مجسمه‌های جواهر نشان و سکه‌های طلایی قدیم اسپانیا از زیر خاک بیرون کشید. این صندوق باقی مانده‌ای بود از غارت شهری که سربازانش در جنگ شکست خورده بودند. چند قرن پیش معلوم نبود چه کسانی و به چه علت آن را زیر خاک گذاشته بودند. سانتیاگو سنگ‌های آوریم و تمیم را از خورجینش درآورد و این 2 سنگ را نیز در آن صندوق گذاشت، زیرا آنها یادگار پادشاه سالم و جزئی از گنجینه او بودند و با خود می گفت که زندگی به هر کس که دنبال رویا و افسانه انحصاری خود برود سخاوت خود را نشان می دهد. به یاد آورد که باید به تاریفا برود و 1/10 از گنجینه را به پیرزن کولی بدهد. به این نتیجه رسیده بود که کولی‌ها از همه چیز خبر دارند، زیرا سرگشته‌اند و در یک جا نمی‌مانند. در این لحظه بادی وزید که از طرف شرق از آفریقا می آمد و بوی صحرا را داشت و بوی عطر آشنایی را به مشام او می رساند.
سانتیاگو لطافت بوسه‌ای را که این باد با خود آورده بود بر گونه‌های خود احساس می‌کرد. لبخند زد. این نخستین بار بود که آن دختر برای او بوسه می‌فرستاد. سانتیاگو با صدای بلند گفت: فاطمه، دارم می‌آیم. پایان.